حالا میخوایم در مورد 5 تا مهارت کلیدی صحبت بکنیم، مهارتایی که بچه‌ها تو مدرسه ازش آموزش‌هایی رو دریافت نمی‌کنن ولی مهارت‌های ضروری برای آماده شدن توی عصر آینده هستش. اولین مهارت تفکر انتزاعی و تفکر خلاق. ما برای اینکه بتونیم بچه‌هامون رو همگام بکنیم با تکنولوژی و آماده بکنیم برای عصر هوش مصنوعی و عصر جذابی که پیش رو هستش، باید بتونیم قدرت خلاقیت بچه‌ها رو بالاتر ببریم. آموزش‌هایی رو براشون تهیه بکنیم که قوه خلاقیت و تفکر انتزاعی، تصویرسازی ذهنی بچه‌ها رو تقویت بکنه. و اما مهارت دوم، مهارت حل مسئله و ایده پردازی، این که بتونیم بچه‌ها رو به افرادی تبدیل بکنیم که بانک ایده باشن، بتونن بارش فکری زیادی داشته باشن و از ایده‌های متنوعی که توی ذهنشون به وجود میاد با قدرت حل مسئله خودشون اجراش بکنن، بتونن انتزاعهایی که توی ذهنشون به وجود میاد با قدرت خلاقیت و ایده‌هایی که پرورش میدن توی ذهنشون به کمک قدرت حل مسئله این ایده ها رو اجرا بکنن و استفاده بکنن از فرصت‌های تکنولوژی محوری که توی حال حاضر وجود داره و در آینده بسیار بسیار پیشرفت خواهد کرد. مهارت سوم، مهارت انعطاف پذیری و مدیریت شکسته. یکی از جذاب‌ترین مهارت‌هایی که من خیلی دوستش دارم و تو رباتیک به صورت خیلی مفصل روش کار می‌کنیم، که بچه‌ها بتونن آدم‌های منعطفی بشن، با چالش‌های مختلفی که دست و پنجه نرم می‌کنن بتونن خودشون رو آداپته بکنن و وارد پروسه حل مسئله بشن و همینطور مدیریت شکست داشته باشن، بدونن اگر توی مسیر زندگیشون شکست‌های مختلفی می‌خورن درساشو بردارن و به مسیر ادامه بدن. خیلی از بچه‌ها برای این موضوع آماده نیستن. سیستم آموزشی ما بچه‌ها رو به این سمت نمیبره که بتونن وارد چالش‌های مختلف بشن و اینقدر شکست‌های کوچیک رو تجربه بکنن و بتونن خودشون رو قدرتمندتر بکنن و قدرت انعطاف پذیری و مدیریت شکستشون رو بالاتر ببرن. مهارت چهارم، مهارت تجزیه و تحلیل و تفکر الگوریتمیه. همه ما میدونیم که دنیا امروز بر اساس الگوریتم‌ها داره پیش میره و ما تو پروژه‌های آموزشی رباتیک که توی برنامه آموزشی رباتیک برای بچه‌ها داریم کمک می‌کنیم بچه‌ها با این تفکر و با این طرز دید جلو برن. مراحل مختلفی که برای انجام پروژه‌های آموزشیشون طی می‌کنن رو بر اساس تفکر الگوریتمی طی می‌کنن، ایده هایی که دارن رو پیاده سازی میکنن و اطلاعاتی که از آموزش ها دریافت کردن رو سعی میکنن تجزیه و تحلیل کنن و بر اساس مهارت تجزیه و تحلیل و تفکر الگوریتمی مراحل حل مسئله خودشون رو پیش میبرن. و مهارت پنجم و مهارت پایانی، مهارت های فنی مهندسیه، مهارت هایی که بچه‌ها تو حوزه مکانیک، الکترونیک و برنامه‌نویسی به صورت کامل در برنامه آموزشی رباتیک آموزش میبینن تا آینده در واقع تکنولوژی محوری که در انتظارشون هست رو بتونن به خوبی در وهله اول درک بکنن و فقط یک مصرف کننده تکنولوژی نباشن، بتونن خودشون رو آماده بکنن برای بهره مندی خیلی ویژه از فضای تکنولوژی آینده.